بشوپا امروز جوانان را قوه سازنده و پیشبرنده دولت مینامیم. باعث قید است که جوانان در هر دور و زمان در جامعه نقش بسیار مهمی را می‌بازند. با پیدا گردیدن اینترنت و سامانه‌های اجتماعی امروزها همه کتاب‌ها را می‌توان از آن دسترس نمود، اما کتابخوانی و دانش اندوزی انسان را به قله‌های بلندی علمی و ایجادی می‌رساند. پس سوال پیدا می‌گردد که امروزها جوانان مطالعه کتاب‌های الکترونی را بهتر می‌دانند یا چاپی را؟ ما در این مسئله با خوانندگان کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری صحبت دایر نمودیم. شادیبک شاهی مردانов دانشجوی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بوده. 33 سال می شود که به کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری می آید. می گوید که امروزها جوانان بیشتر نیاز به اینترنت دارند، ولی بعضی مواد را ما نمی توانیم در کتاب پیدا کنیم. 33 سال است که از کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری ولایتی سوخت استفاده می برم. امروز بیشتر جوانان جمهوری ما مایل به اینترنت دارند که امروز عصر 21 است، عصر تکنیک و تکنولوژی. ما جوانان بسیارتر از کتاب استفاده بریم. بعضی موادها یا اینکه بعضی معلوماتی که به ما درکاری هستند نه همه وقت در کتاب‌ها یافت کرده میتونیم. از این لحاظ از اینترنت نیز استفاده میبریم. قابل به ذکر است که خواننده کتاب‌های الکترونی را به زحمت و مشقت زیاد به دست می‌آورد. امروزها در تمام گوشه و کنار کشور عزیزمان کتابخانه‌های زیادی وجود دارند که خواننده می‌تواند دلخواه کتاب لازمه خود را دسترس نموده مطالعه کند، ولی جوانان راه آسانی کار را جسته رو به کتاب‌های الکترونی می‌آورند. مدینه احرارو مؤسس دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجون غفورov می‌گوید کتاب‌های الکترونی به سلامتی انسان ضررآور بوده. جوانان باید همیشه به کتاب‌های چاپی اعتبار جدی ظاهر نمایند. کتابخوانی از همه بهترین است، برای آنکه وقتی که ما در اینترنت یگان چیز را جستجو میکنیم و میخوانیم، یکمش به چشممان ضرر میرساند. وقتی که ما کتاب را به دست گرفته کتاب میخوانیم، احساسات دیگر به ما میدهد و ما چیزها را نخستر میفهمیم، نه بلکه از اینترنت دیدن. تاریخ در طول گذشت سالها بارها نشان داده است که جوانان در جامعه هم نقش سازنده و هم سوزنده دارند. پس جوانان باید بیشتر روی به کتاب‌های چاپی آورده شهرت جهانی و زندگی جاودانه را برای خود کسب نمایند. قابل ذکر است که با تشبثی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سال گذشته آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردید. اقدام مذکور زمینه گذاشت جوانان بیشتر به کتابخوانی و دانش اندوزی توجه ظاهر نمایند. در جهان امروزه که پیشرفت تکنیک و تکنولوژی بیشتر نظررس است، ما مشاهده میکنیم که جوانان در برابر بسیار کتابخوان بودن هم بیشتر به واسطه‌های تکنیکی رو میارند. خواندن کتاب‌ها را توسط تلفن‌ها یا پلنشت‌ها بیشتر به خود خوبتر می‌حسابند، ولی با برابر این جوانانی هستند که به کتابخانه رفته ساعت مفید خود را در کتابخانه صرف می‌کنند و بیشتر خوبتر و منفعت‌دار می‌حسابند که با کتاب‌ها با ورق‌زنی کتاب‌ها سر و کار داشته باشند. و من نیز در برابر بعضی موردها استفاده بردن مثلا از سامانه‌های اینترنتی یا از واسطه‌های تکنیکی بیشتر کتاب را برای خود منفعت‌دار می‌حسابم و باعث افتخار و سربلندی ماست که در سیاست امروزی کشور و حکومت و مسائل کتابداری توجه زیاد داده می‌شود. امین جان جورایف خواننده همیشگی کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری میباشد و میگوید که جوانان نیز هستند که مایل به کتاب‌های چاپی دارند، برخی باشد به کتاب‌های الکترونی. امروز جوانان بسیار هم توجه خود را به کتابخانه ظاهر نمودند و آنها بسیار در کتابخانه می‌نشینند و از کتاب‌های الکترونی نیز بسیار استفاده می‌برند. بسیاری آنها با کامپیوترها می‌آیند و در اینجا بسیار با کامپیوترها کاربری می‌کنند. خصوصا جوانان امروزه هستند در پلنشت‌ها نیز استفاده بردن کتاب‌ها را و بسیاری آنها ما می‌دانیم که از کتاب‌های بدیهی نیز استفاده می‌برند در اینجا و بسیاری یک قسمی آنها از کتاب‌ها نیز استفاده می‌برند. خصوصا در این موضوع ما بسیار می‌بینیم مشاهده می‌نماییم که بسیار جوانان از کتاب‌های در این کتابخانه بوده بسیار استفاده می‌برند و ما امروز از یکی از همچون خواننده اینجا در این موضوع می‌دانیم که یکی از اساسی توجه
و معارف این به دانش اندازی جوانان است، یعنی که جوانان خیلی که میگن آینده ملتان و آنها بسیار خوب استفاده بر استادن. باید ذکر کرد که اگر به جدول پیشرفته‌ترین کشورها نظر کنیم می‌بینیم که آنها از همه بیشتر کتاب‌های چاپی مطالعه می‌کنند. دلیل این گفته‌ها شماره زیادی نفرانی است که در آمریکا، چین و دیگر کشورها به مطالعه کتاب‌های چاپی مشغولند.